خیلی از شما این بزرگوار رو 100% میشناسین و دیدینش. بهش چراغ قیلی میگن، تو همه فروشگاه تقریبا میتونین ببینینش. بعضی هم تو خونه برای دکور و اینا استفاده میکنن. و یک اینو آورد پیش ما گفت که مشکل داره. حالا مشکلش چیه؟ خرابه. خب شاید به این که اگه خراب نبود که نمی آوردم پیش تو. آفرین، درست هست، نمی آوردم پیش من. بعد قبل از هر چیزی میایم که ولتاژ دو سر LED رو یا همون سیما رو میگیریم، ببینیم بله ولتاژ داره. این یعنی چی؟ یعنی درایورش سالمه، LED روشن نمیشه. بهش COB هم میگم. بعد اول از همه سیما رو جدا میکنیم که دستمون به چیز نره. بعد میایم پیچاشو باز میکنیم. این آموزش میتونه به درد مغازه‌دار میخوره که از این LED ها دارن، از این چراغ LED ها دارن، یا کسایی که میخوان تعمیرات رو شروع کنن و یه درآمدی کسب کنن. این LED های تو بازار تقریبا 40 تومن 45 تومن قیمتشه. 30 وات هم هست. بعد اینکه میتونین از الکترونیکیا یا تو اینترنت پیدا کنین، سفارش بدین. خب این LED سالممون، LED نو، قشنگ جدا میکنیم با احتیاط که دستمون رو نسوزونیم. بعد LED نو رو میندازیم روش. این LED ها تعمیرش هولوش 150 تومن هزینهشه برای مشتری. برای ما که خودمون تعمیر میکنیم با خمیر سیلیکون و فلان و اینا تقریبا 50 تومن آب میخوره، حالا شاید هم کمتر. خب فقط دقت کنید که لعیم زدنی، سیم قرمز به مثبت، سیم منفی، سیم مشکی ببخشید به منفی لعیم زده بشه. یکم خمیر سیلیکون میزنیم که LED رو گذاشتیم روش قشنگ بچسبه، حرارتش رو دفع کنه، بده به آلومینیوم که نسوزه. خب کاورش هم شکسته، اشکال نداره، یکی داریم اینجا خوشبختانه، اینو میندازیم به جاش. این به خاطر اینه پیچاش رو ببندیم، سفتش کنیم، LED بچسبه به چیز آلومینیوم که قشنگ فضای بینش پر بشه. خمیر سیلیکون هم زدیم، حرارتش دفع بشه. خب پیچاش هم سفت میکنیم، تقریبا کارمون تمومه. بعد این هم از این یکم میاریم وسط که قشنگ نره زیر پلاستیک. این هم کثیف کردیم، تمیزش میکنیم و بله تمام. میایم تستش کنیم. این هم از این هم تقدیم شما 100 تومن سود خالص، نوش جان.